از دیروز که افتخار نصیب شده در این مجلس قرار بگیریم، تمامی جوارحمون بیمه شده. نه چشم حاضر گناه بکنه، نه گوش حاضر گناه بشنوه، نه زبان حاضر گناه بگوید، نه پا حاضر گناه برود، نه فکر حاضر که نادرست تصور کند، نه دل حاضر است که نادرست دوست بدارد. همه چیز طاهر شده. چقدر مردم خوبی داریم ما، حرف شنو، مؤدب، تابع، خستگی ناپذیر. آدم شرمنده میشه که اسم خودشو عالم بذاره و نتونه این همه محبت‌های بیرنگ و ریا را جواب بده. همش افاده و استفاده هست. بهترین کسان مفیدان و مستفیدانند. یا باید مفید باشی یا باید مستفید باشی، یا باید معلم باشی یا باید متعلم باشی. راه دیگر ندارید. کلما ازددت علما ازداد علمی به جهلی. هرچی علم بیشتر خوندم، علمم به جهل خودم بیشتر شد. انسان بزرگی میگوید، محمد ابن ادریس شافعی رحمت الله علیه میگوید، کلما ازددت علما ازداد علمی به جهلی. به هر درجه علمی که برسید نباید دور از استفاده باشید، بازم باید استفاده ببرید. همیشه نباید فایده برسونید، باید استفاده هم ببرید تا تواضع در من و تو ایجاد بشه. اگه همیشه به من و تو گفتن معلم معلم معلم، فکر میکنیم کسی شدیم دیگه. فکر میکنیم که حالا سنمونم بالا رفته، نیاز نداریم که متعلم باشیم. زگهواره تا گور دانش بجوی، اطلب العلم من المهد الى اللحد. خدایا چقدر باید از تو تشکر بکنیم. شیخ عدنان درویش جمله رو گفت، المتحابون بجلال علی منابر من نور، من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. در خاتمه صحبتش دست گذاشت رو دل ما، دست گذاشت رو نبض ما و این جمله رو گفت. این جمله مال خودش نبود، مال اون معلم بزرگ بود که به همه شما، ما و شما درس دادن. حتما باید به برادر و خواهر مسلمانت بگی انی احبکم فی الله. این جمله رو گفتن و صحبتشون رو خاتمه دادن. واقعا سرمایه هست. ما هم در جوابش میگیم لقد احبک الذی احببتنا فیه. اون کسی که تو ما را و شما ما را به خاطرش دوست می‌دارید، شما را دوست بدارد. در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، ما را از حال بهشتیان ننگ آید. ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. ما فکر میکنیم که مکه و مدینه آدمو میسازه. زمین و زمان آدمو نمیسازه، قدسیت به همراه نمی آورد.
به عقل پرداختن و به روح پرداختن و به علم پرداختن و به اخلاق پرداختن. هر کجا که باشید تو رو مقدس میکنه. شرط نیست که حتما در مکه باشید. همه که نمیتونن تو مکه سکونت بکنن و اگر بیشتر از 1 ماه تو مکه موندید و مدینه، هیبت مکه و مدینه تو دلت کم میشه. مکه و مدینه عادی میشه برات، مثل کوچه های زاهدان میشه و اینم دوباره مد نظر خدا و رسول خدا نیست. علمای بزرگ بعد از مدتی اقامت در مکه و مدینه میرفتن بیرون تا دوباره بر بگردن، دوباره اون حالت معنوی تولید بشه، تا مکه و مدینه عادی نشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا لا أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. انسان‌هایی که خوب حرف میزنن خیلی زیادن، اما انسان‌هایی که حرف خوب میزنن کمترن. اما انسان‌هایی که عمل خوب میکنن باز کمترن. اما انسان‌هایی که عمل خوب بعد از پیاده کردن در خود به دیگران میرسانن دیگه انگشت شمارن. شما میخواید خوب حرف بزنید یا حرف خوب بزنید؟ اصلاً با خوب حرف زدن و حرف خوب زدن جامعه درست میشه. حرف خوب زدن هم توفیق لازم ندارد، تا چه برسد خوب حرف زدن. برای حرف خوب زدن توفیق لازم نیست. یقولوا تسمع لقولهم اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم و یقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده. منافقین هم حرفای خوب و جذاب میزنن، گیرا. ولی قرآن تعبیرش خیلی دقیقه، میگه که انهم خشب مسنده، مثل یک تختی است، چوبی است بیروح که تکیه داده شده به یک چیزی. اما عمل خوب انجام دادن توفیق میخواد، حرف خوب زدن توفیق نمیخواد، گرچه توفیق هم میخواد. اگر توفیق نبود حرف بد میزدیم، اون دیگه وحشتناکتر بود. پس چیزی که ما لازم داریم، و وقتی میگم ما یعنی کل مجموعه، عمل خوب هست. همیشه حرف خوب میشنویم، ولی چون تلاش برای عمل خوب نیست، در نتیجه احساس پوچی میکنیم با اون همه شعارهای خوب و زیبا، با اون همه حرفهای خوب و زیبا، با اون همه استدلالهای خوب و زیبا. امروز چقدر زیادن اونهایی که حرف خوب میزنن و چقدر کمن اونهایی که عمل خوب میکنن و چقدر کمترن اونهایی که برای خوبی و هدایت مردم تلاش میکنن. روزی امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه طواف خانه خدا میکرد. در طواف پیرمردی را شنید که میگوید اللهم اجعلنی من القلیل، اللهم اجعلنی من القلیل، اللهم اجعلنی من القلیل، اللهم اجعلنی من القلیل، و طواف میکند. بازوش گرفت، گوشی کشید، گفت که یا هذا، این چه دعایی است که اینجا میکنید؟ تو این جایگاه را نمیشناسید، کجا هستید؟ این چه دعایی میکنید؟ مرا از جمله اندکان قرار بده.
ربنا آتنا فی الدنیا